خب ریشش رو در این دیدم که خب ما چه مواقعی بهش پناه میبریم، مواقعی که از شرایطمون احساس نارضایتی میکنیم و چه سیستم غریبی هم هست که هیچ سیستم دیکتاتوری دو جهان بزرگترینش نمیتونه کنترل کنه. یعنی هیچ سیستم تفتیش عقاید نمیتونه کنترل بکنه رویا کردن تو رو میتونه جسماً در یک زندان، در یک سلول حبس بکنن، اما تو این توانایی داری که مثلا در دوران محکومیتت که چندین ساله در واقع طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی های زندگی که غیر قابل تغییرن. یعنی میری بیرون رویا میکنی، تر و تازه تر برمیگردی، مثل میگم فضای اتاقی که وقتی خفه و بسته است پنجره رو باز میکنی و رو به بیرون و اجازه میدی که هوا داخل اتاق بشه و یا خودت نفس میکشی. رویا یه پنجره است به نظر من به زندگی ما.